برای اینکه رشته کلام از دستم در نره، ادامه ویدیوی قبل اومدم یه لوکیشن دیگه که راجع به مراقبت از بدن برای یک تریدر براتون صحبت کنم. این خیلی مهمه بچه. اگر شما بدنتون اوکی نباشه ذهن کار نمیکنه. این در راستای همون ذهنیت جلسه قبله. ما الان فکر کنم جلسه سوم دوره روانشناسی ترید هستیم و توی این جلسه میخوام راجع به مراقبت از بدن به شما بگم که میشه جزو همون عادتهای مثبت که بهتون بگم چقدر تاثیر داره توی ترید، اصلا لازمه تریدر شدنه. ببینید من یه چیزی توی اینستاگرام گفتم، قانون اول این که شما تشخیص بدید یه نفر تریدره یا پکیج فروشه اینه که ببینید استایل بدنیش چطوره. ببینید اصلا تونسته از پس خودش بر بیاد. طرف چاق نشسته میگه من تریدرم، اینو نمیتونی بهش اعتماد کنی، اصلا نمیتونی اعتماد کنی. چرا؟ چون این اصلا یه جای دیگه است. این داره با یه ذهن خراب کار میکنه، یه ذهن فاسد داره کار میکنه. آدمای ورزشکار ذهنشون بهتر کار میکنه، بیشتر میخوان به مردم کمک کنن، قابل اعتماد ترن. شما به عنوان تریدر وقتی که استایل بدنی درستی داشته باشید، این نشون میده که سختی‌های تمرین کردن و تحمل کردید. بچه‌ها ورزش کردن مستمر، من چندین سال ورزش میکنم، ورزش کردن مستمر و روی فرم بودن از تریدر شدن سخت‌تره ها. وقتی تو این سختیه رو بتونی بپذیری و بدن رو بسازی و درست پیش بری، دیگه سختی ترید برات ساده میشه. ما میخوایم این استایل بدنی درست روی فرم و روی اصول باشه و بهتون میگم چطوری روی اصول باشه، کامل راهنماییتون میکنم. اصلا غم نخورید، توی 6 ماه آینده بدنه رو میسازیم. و چقدر تاثیر داره توی ترید. اول بیایم تاثیرش رو بگیم، بعد بهتون بگم چجوری انجامش بدیم. نگاه کن، یه روزایی هست من توی معامله استاپ میخورم، خیلی منو به هم میریزه. توی ورزش هر روز دارم استاپ میخورم. چرا؟ چون هر روز دارم درد میکشم، دارم این عضله رو پاره میکنم. اصلا عضله بخواد رشد کنه باید پاره بشه. ببین من یه آدم 50 کیلویی بودم، الان 80 کیلوام. چربی بدن من اصلا نزدیک به 8%. تمام تیکه‌های بدن من زده بیرون. چرا؟ چون تغذیه و ورزش درسته و دارم سختی میکشم. دارم به شیرینی و شکلات نمیگم، دارم زحمت میکشم. کارهایی که دوست دارم و انجام نمیدم و کارهایی که دوست ندارم و انجام میدم. من از قارچ و فلفل دلمه‌ای بدم میاد ولی هر روز تو غذام هست. من از پیاز بدم میاد ولی هر روز اصلا غذا رو با پیاز شروع میکنم به اون موادش رو درست کنم و کاراشو انجام بدم. من اصلا از غذا درست کردن بدم میاد ولی هر روز برای خودم پرپ میل میکنم، غذا درست میکنم. الان 2 وعده 3 وعده بعدیم آماده است. گوشت و مرغ آماده گذاشتم کنار برای وعده‌های بعدیم. یه تریدر اینجوری به خودش فکر میکنه. تو باید از این بدنه استفاده کنی و ببریش بالا تا بتونه این ذهن رو هندل کنه. این ذهن سنگین و قوی باشه، این بدنه نتونه تحمل کنه، ضعیف میشی یا به هم میریزی، همش خوابی. ذهنم دیگه خسته میشه. ذهن میگه من این همه دارم زحمت میکشم تو این بدن ضعیف. ذهن میگه من این همه دارم جون میکنم، ایده میدم، کار میکنم، کارهای سخت انجام میدم، کارهایی که دوست ندارم انجام میدم تو این بدن ضعیف. تو هر چقدر راننده خوبی باشی، ماشینت خراب باشه نمیتونی مسابقه رو ببری. این ماشینه رو بساز. یه ماشین قشنگ طراحی کن برای خودت. دوست داری گنده بشی، مثل من دوست نداری بشی، دوست داری گنده تر بشی، برو ماشینه رو اونجوری بساز. من دوست دارم فیت باشم. آقا من دارم میدوام، بهترین عملکرد رو دارم، توی باشگاه بهترین عملکرد رو دارم، اگر توی بوکس برم بهترین عملکرد رو دارم. این خاصیتی که من دوست داشتم داشته باشم. اینجوری دیزاین کردم خودمو. تغذیه من با توجه به این تنظیم کردم. حالا میگم چیکار کنید برای اینا. همه رو در عمل بهتون میگم چیکار کنید. پس بهتون بگم مراقبت از بدن اگر یک عادت بشه برای شما، هم بدن خوب میشه، هم ذهن آماده تر میشه برای ترید. و یه تریدر باید بدن خوبی داشته باشه. استایل حرف زدن، استایل نشستن، استایل کار کردن، اینا همه مهمه. شما با یه خانوم میری بیرون، باید اتیکت های رفتاری داشته باشی. با یه خانوم میری بیرون، وقتی یه کافه داری میری، باید اول بذاری اون بشینه یا صندلی رو براش جابجا کنی بشینه، بفرمایید، بعد تو بشینی. یه کافه میری، تو باید حساب کنی. الا و بلا مرد باید حساب کنه.
یا یه خانم باید اتیکت های رفتاری برای یه آقا رو رعایت کنه. من بلد نیستم، تا حالا راجبش تحقیق نکردم، مثلا وقتی هم نذاشتم، ولی برید تحقیق کنید. خانم هایی که این ویدیو رو میبینن برن تحقیق کنن، چون شما قراره یک تریدر موفق باشید که ریسپکت یا احترام دیگران رو بگیرید و وقتی این احترام دو طرفه بشه ذهن ساخته میشه، ذهن ساخته بشه بهترین عملکرد رو توی 15 دقیقه پای چارت پیاده میکنی. کل این دوره روانشناسی میشه لایف استایل شما برای اینکه توی اون 15 دقیقه 100 تو بذاری، برای اینکه توی اون 15 دقیقه بهترین نتایج رو بگیری. کل این 24 ساعت رو، بهتر بگم 23 ساعت و 45 دقیقه رو باید انقدر قشنگ به کار ببری که توی اون 15 دقیقه بهترین باشی و پولهایی رو در بیاری که هر کسی نمیتونه در بیاره. حالا بهتون کامل بگم تو اون تایما چی کار کنید. اصلا جلسه آخر راجع به بیزینس کردن میخوام باهاتون صحبت کنم. اصلا جلسه آخر میخوام بهتون بگم کنار ترید چی کار کنید که پول در بیارید و آدم موفقی باشید. مگه همه چیز ترید تو دنیا؟ ترید مثل شمشیر دولبه است. اگر زیاد براش وقت بذاری آسیب میبینی، اگر کم براش وقت بذاری آسیب میبینی، اصلا تریدر نمیشی. خب حالا چی کار کنیم؟ برای استایل بدنی شما با بدنسازی شروع کنید. با بدنسازی 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه این بدن استیله رو درست کنید. یه مربی خوب پیدا کن، یه تغذیه خوب ازش بگیر. اگر نمیخوای با چت جی پی تی 2 هفته 3 هفته اول شروع کن، بهش بگو من این بدنم، عکس بدنتو بفرست، بگو این کارو کن. خانم ها وقتی اعتماد ندارید برای اینکه مثلا عکس بدن و حالا با اون شرایطی که مربی‌ها میگن بفرستید، میتونید برای چت جی پی تی بفرستید و بگید که من یه استایل خوب میخوام، من میخوام این مشکلات منو بگو. بهش بگو از لحاظ زیبایی شناسی به من بگو که مشکل بدن من چیه. بعد به تمرین غذایی میده، به تمرین باشگاه میده، به برنامه غذایی میده. برنامه غذایی باید پروتئین داشته باشه، کربوهیدرات کافی باشه، چربی کم بشه، قند کم بشه، الکل مصرف نکنید، اگر مصرف میکنید خیلی خیلی کم باشه. سیگار آروم آروم کمش کن و اگر توانایی اینو داری که بذاری کنار، فوق العاده ذهن قوی میشه. غذاهای بعدیتون رو آماده کنید، غذا رو حواستون باشه روغن زیاد توش نباشه. اینا همه باعث میشه تو تریدر بهتری بشی. امیر بنی آدم، تو چرا راجع به غذا داری حرف میزنی؟ خب این غذا به من کمک میکنه انرژی داشته باشم، تریدر خوبی بشم. این غذا خوب نباشه من انرژی از کجا بیارم؟ من انرژی حرف زدنمو برای شما از کجا بیارم؟ پس غذا باید قوی باشه، پروتئین، انرژی، همه چی باید به من برسه. من آدم شلی باشم که نمیتونم تریدر بشم. آدم شلی باشم نمیتونم رو مردم ایران تاثیر بذارم، بهشون کمک کنم. که از بدنه رو باید بسازی، تغذیه رو باید درست کنی، از خودت مراقبت کن. هر روز ورزش، نمیتونی 4 روز رفته، نمیتونی 3 روز رفته، هر روز صبح بلند شو برو بدو. ما همه اینا رو انجام میدیم ذهن قوی بشه، بدنه خوشگل بشه، حالت اجتماعی خوبی داشته باشیم. در نهایت خانم ها بتونن روابط بهتری داشته باشن با آقایون و روابط بهتری با خانوادهشون داشته باشن، روابط بهتری توی اجتماع داشته باشن، احترام بگیرن توی اجتماع. آقایون بتونن خانم های بهتری رو جذب کنن، آقایون بتونن توی خانواده روابط بهتری داشته باشن، آقایون بتونن بیزینسمن و تریدر موفق تری بشن. همه اینا برای این داستانه. اینقدری که شما توی ترید باید زحمت بکشید خیلی کمتره. میذاره جمله بندیم به هم ریخت. ولی توی بدن و استایل و فکر بیشتر باید زحمت بکشید نسبت به ترید. یاد گرفتن ترید که کار خیلی سختی نیست. من آموزشش رو از 0 تا 100 براتون گذاشتم، زیادم وقتی ازت نمیگیره. این ذهنیت رو بساز. من با بچه‌ها جلسات آنلاین میذارم چون میخوام ذهنشون رو بسازم، این ذهن آماده بشه برای شرایط. امیدوارم این ویدیو براتون جذاب بوده باشه. توی ویدیو بعدی میریم پای چارت. میخوام یه سری مسائل خیلی مهم رو به شما بگم که بتونید معاملتون رو مدیریت کنید، چه افکاری موقع ترید داشته باشید، چه شخصیت‌ها، تیپ‌های شخصیتی مختلف پای ترید داریم که بتونید از پس یک معامله بر بیایید. وقتی زیاد استاپ میخورید چه مشکلی است، وقتی زیاد حد سود میخورید چه مشکلی است. همه اینا رو براتون باز میکنم که مثل یک تریدر حرفه‌ای پای چارت بشینید. و توی جلسه بعدش راجع به بیزینس و یک سری صحبت‌های مهم راجع به زندگیتون بهتون میگم که دیگه پرونده این قضیه رو ببندیم و شما برید موفق توی این بازار کسب درآمد کنید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. یوتیوب رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو ببینید و با من هم در ارتباط باشید توی British_Adam_FX. خیلی دوستتون دارم.